سلامت باش جان پولاد. نمیارزد. عینکدار در آنجا چی کار میکرد؟ یا برای کشتن آمده بود یا نجات دادن. اگر 2 دقیقه دیر میکردی من محو میشدم. همه را به پا میخیزاند. ما باید زود فرود آییم. کم مونده که زود باش. چرخبال در اونجا چیکار میکرد؟ آن از ما نیز بدیر. خلا را گرفتند. چرا چرخبال رو زدن افتوندند؟ چرخبالی پلیس را یافتند. تازه کردن دنی. این حتی به عقل ما نرسیده است. بدیر ما کارمان را هنوز به انجام نرسانده. آخر پریده رفتند. ما آنها رو چطور پیدا میکنیم؟ آن مدتی طولانی در هوا ایستاده نمیتوانند. در یگان نزدیکی ها میشینند. با فروخ زنگ زن. بگذار خانه مدیر را ترک کند. در کجا میشینیم بچه ها؟ در هوا آسان دستگیر میکنن. تشویش نکشید. شما با جایتون صحت و سلامت میرسید. کمی پس نقلیات را عوض میکنیم. پانتولم را کی میگیرم؟ تشویش نکش. هر نیم ساعت پول میپرسی. فرود آییم حل میکنیم. با پول مشکلی دارید؟ نه. خدا را شکر. خلا کجاست؟ بدام افتیدیم. تو چی گفتنی پلا؟ فرار از محبس را تشکیل کردند. ما تعقیب را ادامه میدیم. با ما این چرخبال لازم است. تشویش نکش. من خلا را با تو میسپارم. چرخبال را به او دید. اگر پرسن گویید که بودند. اگر با دست خالی برگردی میتوانی که صدمه تشکیل نمایی. پلا. من میدانم که خلا را با کی فروشم. اگر دستگیر کنم، اگر به هیچ کس لازم نباشد، پس او را برگشته با محبس میسپاریم. حرکت کن. به این طرف. اکنون چیکار میکنیم؟ با کجا میرویم جان پولاد؟ پیش ما موتورسیکل سوار شده بودیم؟ نه، خر اسب حاضر با من فرق ندارد.
به من نگر. خوب گوش کن. من میدانم که شما کی هستید. اگر پولم رو ندید همه‌اش رو فاش میکنم. دهان مرا بسته نمیتوانید. رفتیم لعنت به تو. پولهایتان جایند. دو کس چخیل سوار میشویم. تو رانده میتوانی؟ یک دو بار سنجیده بودم. نعمتی پولش را دادی؟ دادم اکا. من با او گفتنی بودم اما با کارتون دخالت کردن نخواستم. نعمتی در تماسیم. با تو نیز تشکر زیاد دادرم. تشکر. مثل که تمام دنیا را در بالای سرم گذاشتند. نعمتی به او کمک کن. ما را اگر در چنین حال بینم تمام شدیم. نگر این آخر شرمندگی است. شما باید چنان آغوش کنید که هیچ کس شبهه نکند. از برای خدا بران. سرنشین رو کشتند. من چون شاهد تنها موندم. با کجا می رویم؟ خدخدی را پرواز کن. در آنجا خواهیم جست. با پیش کپیتان. آنها از اینجا چخیل رفتند؟ آنها آخر با ماشین رفتن نمیتوانستند. پلیس و ژاندارما همه راه ها را بستند. آنها این را پیش بینی کردند. تا با کجا می رویم جان پولاد؟ راه را آخر می بندند. کم ماند. موتورسیکل را تعقیب کن کاپیتان. آقا خلا را با موتورسیکل شیلاندند. او حاضر به هر چیزی راست آمده سوار می شود. در بالای سرمان چرخ بال است.
زودتر باش. از آن طرف نقل دستگیر میکنیم. قریب به دست افتیده بودیم. من چنین فرار را ندیدم. ارهان نیستید به پیش. یا بسم الله. این چی هست؟ این آخر دیگر موتورسیکل است. آنها ما را فریب دادند. رفتیم. خوب هستید؟ دادرم تو کیستی؟ اون وقتی که در محبس بودیم قاعده ها تغییر یافتند. اکنون همه در مورد این فرار خواهند گفت. وای خلیل ابراهیم، اگر یکان مشکلی نشود بعدی 2 ساعت حل میکنیم. خدا خواهد. راه در چه احوال است؟ همه خوب است که قبول. یک چرخبالی بود در پیش نقل. آینه را کشاده یک میبینم. در علاقه مانید. مامان ده. با ما کسی تعقیب نمیکند. فهما توجه را جلب نکنید. از نقب باز به یگان جای برآمدن ممکن است؟ آنها نقلیات را عوض کردند. و یا با ماشین بارکش سوار شدند. زود باش کاپیتان. خانی نقل بیکن عبدو. اکای پولاد با موتورسیکل چخیل پرواز کرد؟ پرواز نکرد. تنها بالا برآمد. تو در این زندگی از هیچ چیز تأثیرات حاصل نمیکنی دوستم.
تنها از یک چیز. در سری چنبرک مرا مجبور نکن که به هیجان آیم عبدال. این شوخی های احمقانت چی خیل به درونش میدارد که احتمال یکون نقشه ای داشتن. سریقاهش را گیر کپیتان. خطرناک است. در راه ماشین بسیار است. چیزی که گفتم همان را کن. اینجا چی خطر دارد؟ آکا، چرخبال در این نزدیکی هست. آنها با ما نزدیکند. این چگونه چرخبال است؟ پلیسی و یا نظامی؟ عادی کی با چرخبال ما را تعقیب کند؟ اینجا برایم تنگ است. چون این ماشین ها را چشم دیدن ندارم. اکنون چی کار میکنیم؟ من قول دادم شما را صحت و سلامت می سپارم و من باور کنید. پرانم ندون خیر. آنها دوانند. چرا به آدمانی عادی تیر میاندازند؟ ما میتوانستیم که راننده های عادی باشیم. ابلهی نکن عبدالخیر. اگر پرانی میتواند که به بالایمان افتد. نه زیر کن. اکنون به هفته شما نظر می اندازیم. با چرخبال تیر رسید. باید فرایم. در پیش آنها فرود آی. در راه شنانده نمیتوانم. هممون میمیریم. کلاه را پوشید. سلاح داری جان پولاد؟ سلاح لازم نیست. میبرایم و تیراندازی میکنیم. میمیریم اگر تقدیر ما این باشد. تا اینجا رسیدیم اکنون باید بمیریم. آفرین عبدالحق. شما ناردبان را پایین کنید. آکا با چرخبال تیر رسید. آفرین شدی من. در را کشوید. ارهان رویت را پوشان. با آن طرف گذار. یگان ماشین را نگه دار. فهمیدم. هوشیار باش که یگان کس تو را نبینه. آیسته تر. شما چی به سوی مرگتون روانید؟ فرود آی. نمیفرایم. این چی منا دارد ابله؟ هممون را کشتن میخواهید. میکشم اگر فرود نایی.
عبدالحی به میمتی برسان. طبق نقشه او عمل خواهیم کرد. خوب اکا. پرواز کرده میتوانی؟ نه غیر امکان است. این طور باشد به تمامی پلیس ها خبر رسان. بگذار تمامی موتورسیکل‌ها را در آن دستگیر کنند. فهمیدم. بگذار زود عمل کنند. فهمیدم. خلیل در یکی از راه ها است. فهمیدم. 56 18. بکش ولی به آنها نده. محکم داره. ما نجات یافته باشیم عبدو؟ هنوز نه. اکای میمتی طبق نقشه شما عمل میکنید. یگان مشکلی هست عبدالخیر؟ بله اکا. ماشین در راه ماند. فهمیدم. نقلیات رو فورا نیواز کردن لازم. خودی حاضر خبر دادم. اکای فولاد از اینجا گذشته است. اینقدر حادثه ها رخ دادند. آنها چی به ما توجه میکنند؟ رفتیم. در هر حادثه قربانی کنیم یک گام گوسپند زنده نمیماند. از اینجا با کجا میریم جان پولاد؟ استانبول را پزمان شدید. از برای خدا با چه هست؟ طاقتم تاق شد جان پولاد. هوا، زمین، اکنون بحر. خدایا گپ شده که اگر بگویم باور نمیکنی میمتی. در حقیقت باور نمیکنی. بیا رفتیم خلا سیر و گشت کنیم. من هیچ چیز نمیخواهم. دلم میشورد. تنها به منظره نگاه میکنیم خلاص. رفتیم.
جان پولاد، نمیدانم که تو برای این چقدر پول گرفتی، اما همه را حلال کردی. این عذاب ها از برای پول نیست. پس برای چی؟ روزش رسد نقل میکنم. از واخوری شادم برادر. در دوام 7 سال تماما تغییر نیافته ای خلیل ابراهیم بای؟ در هوا تومان، شب ستاره‌ها قریب نمایان نیستند. تشکر زیاد. این جوان بهترین انسان است قلیچ. نمی ارزد. اینطور نگوی، در جهان مثل تو نفر نیست. سلامت باش جان پولاد. زنده باشید. اکای سیفا نیز بگذار سلامت باشد. تا به جهنم رفت به ما امید آورد. به گذشته سلامت. شما مرا خوشبخت‌ترین انسان در دنیا کردید. هر چیزی را که میخواهید طلب کنید. برای تو باز یک تحفه دیگر از محمد قرخانلی. آیا تحفه بهتر از این جهنم نجات یافتن هست؟ آنی که تو را به قعر دوزخ فرستاد. من در این باره 2665 روز فکر کردم. بگویید که کی به من خیانت کرد. من همه چیزی داشتم را به شما میدهم. دادرت اسماعیل. یگانه نامی که من او را به خاطر نآوردم. اگر دیدن خواهی در درون است. برادری عزیزم، تصور نمی کنی که من از دیدن چقدر شادم. برادر، من پزمانت شدم اسماعیل. من هم تو را یاد می کنم اکا. برادر را نیست کردن نمی توانیم. به این زور هیچ کس نمی رسد. زور هیچ کس نمی رسد. در پهلویم بشین. آیا شما آن خائن را یافتید اسماعیل؟ سال 97 خلیل تجارت کلان را آغاز کرد. با هلندی ها مصلحت کرد. با مقدار زیاد مال فروخت. چنان کار کرد که همه حسد می بردند. هیچ کس
ماشین های او را نگه نمی داشت. همه درباره خلیل گپ می زدند، می گفتند، اما هیچ کس نمی دانست که خلیل ابراهیم در کجا زندگی می کند، با چه کار مشغول است. او چه خیل به این نایل شد؟ او عائله‌اش را ترک نکرد. اسرار او را بغیر از برادرانش دیگر کسی نمی دانست. وقتی که پول زیاد داشت 1 کیلو کارتوشکه می خورد. وقتی که پول نداشت باز هم 1 کیلو کارتوشکه می خورد. همه را تازه اجرا می کرد، پی باقی نمی گذاشت. چرا برادرش به او خیانت کرد؟ چون که کارتوشکه را دوست نمی داشت. چه خیل پی بردن نتوانست که برادرش خائن است؟ عائله جای نازکترینش بود که با برادر شبه خواهد کرد که خودش تربیه کرده به وایه رسونده است. بغیر از این کار بزرگترین بود. آخرین ماشین بارکش را مصادره کردند. من این کار را در خاطر دارم. سال 1997 من در آلمان بودم. روزنامه های تلویزیون غوغا برداشتند، گفتند که نرکبران ترک به دست رفتید. مال را از سرحد وارد نکرده فروخت. راننده‌اش نیز آدم خودش بود. نام و مکان خلیل ابراهیم را گفت. کار یکم اسماعیل راننده را در محبس محو کردن بود. گفت که این خائن است. شما چه خیل معلوم کردید که خائن کیست؟ اکا، کارها در اروپا خوب جریان دارد. سال گذشته در نروژ مشکلات سر زده بود. رفتم و همه را حل کردم. حاضر محصولات میفروشیم. باز چی؟ بعضی چیزهای هستند که به تو درباره‌شان نگفتند. حتی نمیدانم که چه خیل گویم. بگو اسماعیل. اکا، تو را خفه کردن نمیخواستم. تو به این هم در آنجا خیلی عذاب کشیده ای. اسماعیل، ما مادرمان را از دست دادیم اکا. چطور؟ بیچاره تاب نآورد. بعد تو هر روز در پیش چشمان آب میشد. در آخرین نفسش خلیل ابراهیم گفت و دیگر چیزی نگفت. مادرم دیگر هیچ چیز نگفت؟ نه اکا. نپرسید که چرا با اکات خیانت کردی اسماعیل؟ تو چی ها میگوی اکا؟ مرا اگر می پراندی آنگاه تمامی بایگری من از تو می شد. تو چه خیل به من خیانت کردن توانستی؟ تو چطور جرأت کردی؟ مادرم رو چه خیل کشتی پلید؟ اکا مرا مجبور کردند. گفتن که اکات را زنده نمیمانیم. گفتن که او در آنجا مرده می رود، همینطور نه؟ وقتی که او در آنجا بپوسد تو شاه می شوی، درست؟ برای خیانت پاداشت را بگیر. 7 سال پیش که خلیل را فروخته بود، این همه با چه انجامید؟ این مورد علاقه ما نبود. بعد خسرو آقا ما مجبور بودیم معلوم کنیم که خلا را کی فروخته بود. آید با آن انسان همه را دانستن میخواستیم که با او کار بکنیم. هم امکانیت ها و هم طرف های سست. پس طرف های قوی و سستی مرا میدانی؟ الحال نه. این طور باشد من خلا را گرفته میروم. تو درباره چی میگویی؟ آیا همراه کار نکرده ایم؟ تو الحال به شورا قبول نشده ای. این طور باشد زود عمل کنید درباره نیرو و ظرفیت من. در آدم همین که نیرو پیدا می شود، همزمان طرف های ضعیف او
نیز افزایش می‌یابد. هوشیار باش. من به وسوسه داده شده بودم. جرأتی به چشمانت نگریستن نمی کنم. همون لحظه پوشلمان شدم که تو به محبس افتیدی، اما هیچ کاری کرده هم نتوانستم. چند نفر میداند که تو به من خیانت کرده ای؟ هیچ کس نمیداند که بغیر از آدمان مسئول تنها راننده میدانست و خلاص، اما من او را کشتم. تو فکر کردی که اگر من فهمم چیکار میکنم؟ من تنها در این باره هم فکر میکردم. تو چند بار به خوابم در آمدی، هر دفعه بخشش میپرسیدم، هر دفعه پایهایت را میبوسیدم. مرا ببخشه که اکنون نیست انسان با نام خلیل ابراهیم کپر. برادرش به جای او میمیرد. خلا با دیگر حجت ها با ما کار خواهد کرد. از نام قرخانلی با تو سپاس اظهار میکنم پولاد علیمدار. کار غیر امکان را کردی. پلیس شما را گوش میکند. به شما خبر دادم میخواهم. تاجری مواد مخدر گریزه زندان خلیل ابراهیم در یکی از کلبه های قبرستان جمهوریت پنهان شده است. مرکز آموزشی کبیر سکول برای خویشمندان جهت آموزش زبان‌های با نفوذ خارجی از جمله انگلیسی، روسی، خیتایی، کوریایی، آلمانی و ترکی را به راه مانده است. علاوه بر این در این مرکز کورس‌های آموزشی برنامه‌های کامپیوتری و محاسبی با برنامه 1S نیز تعلیم داده می‌شود. اینچنین به داوطلبان کورس‌های مخصوصی تیاری برای از خود کردن سوالنامه‌های تستی جهت داخل شدن به مؤسسه‌های تحصیلاتی عالی کسبی، کالج و آموزشگاه‌های جمهوری و خارجی کشور فراهم آورده شده است. آموزش فن‌های دقیق از قبیل فیزیکا، الگبرا، بیولوژی و امثال این در مرکز با جلب آموزگاران با تجربه و دارای تخصص بلند کسبی صورت می‌گیرد. صنفخانه‌ها با معاصرترین عیانیت‌های تعلیمی مجهز می‌باشد. مورد به تأکید است که در مرکز کورس‌های تا مکتبی نیز پیش بینی شده. با آنها مربی‌های صاحب تخصص تربیت می‌دهند. ما با تو برادری پیشنهاد میکنیم خلیل ابراهیم. برادری این از یک مادر به دنیا آمدن نیست، بلکه هم عقیده بودن است. باری دیگر برای همش و برای پیشنهاد نیز اظهار سپاس میکنم. تشکر زیاد. من در خدمت شما.
تو سببی آن را میدانی که ما چرا فرار تشکیل کردیم. ما تو را نه تنها از جهنم بلکه از مرگ نیز نجات دادیم. عینکدار را کی فرستاده است؟ اخرب آقیر. ما با اخرب دشمنی نداشتیم. او اکنون با روس‌ها کار میکند. روس‌ها زیدی کار با مواد مخدرند؟ با ما کسی یک جا نشود دائم در مقابل ما پیدا می شود. خسرو از باعثی همین رفت. خسرو برای آن رفت که دوره او به آخر رسید. با تو دوره نوی آغاز می گردد. جان پولاد در داخل شورایتان است؟ جان پولاد؟ پولاد علیمدار. او در داخل نه، در پهلو است. انسان خوب میداند که در درونش چیست و از باعث آن که نمیداند که در پهلویش کیست او را به درون راه نمیدهد. من کفیل هستم، من به همه کار آمادم تا او به دوره امان قبول کرده شود. خیلی جوان است. خودتون چند سال داشتید وقتی که به تخت نشستید؟ این تنها یک مغلوبیت است باخربای. ما آنها را به خودمان دشمن میکنیم که با او کار کردن میخواهیم. حالا دشمنی من نمیشود. چرا؟ ما اکنون دشمنان قراخانلی میشویم. کی خلیل ابراهیم را بیرون کرد؟ پولاد علمدار. شما به جای آنی که از پولاد علمدار استفاده برید از آدمان سپر ساختید که قرضایشان به اتمام رسیده است. کیست پولاد؟ قرضی او کجاست؟ او حالا جوان است. او اگر داماد زیا نمی بود کی همو را می شناخت، کی به او کار می داد؟ زیابای دیگر نیروی ندارد. تمام نیرو در دست پولاد علمدار است. شما در این باره بعد ناکامی کار می گوید. من از شما نتیجه به شأنتان ارزنده را انتظارم، نه اینکه ناکامی ها را. ما هم شأن داریم، همچنین آبرو نیز داریم و هر بی ناموس را نمیگذاریم که ما را پس زند. با من پولاد علمدار لازم است. تمام آن چیزهای را وعده بده که او آنها را رد کرده نتواند. به نصری یلمز و دیگر علاقه ها فشار بیار، فرق ندارد. پولاد را به دورمون وارد بکن. بعد غروب آفتاب برآمد. گرگ در جایش است. شغال ها در کجایند شیری من؟ داغو بی بازپرس نقطه حل کننده گردید. من اکنون پاله زنده را به شما سپرده نمیتوانم، تنها مرده اش را. آن شغال را از من گرفته او را به محبس روان کردی تا اینکه او غارتگری کند میتا. این با ما علاقه ندارد. پاله اکنون از نظام بیرون شده است. او با ما کار نمی کند. کی خلیل ابراهیم کپر را از محبس بیرون کرد؟ پاله کوشید بیرون آرد اما نتوانست. به فکرم برای خودش را سفید کردن او چرخبال را نیست کرد. میتا، من مرکار نیستم. رفته این همه را به یگان کسی دیگر نقل بکن. تو کشته جسد را به زیر پایم میپرتایی، مثلی که من آن جسد را خواهم خورد. من چی برای تو کرگسم؟ این طور نیست جناب، اما این که حاضر پاله را از بین برداشتند به نفع دولت می شود. منفیت های دولت چی؟ اکنون از این پله بی اراده وابسته است. به خود بیا. برای تو در این تشکیلات جای نیست.
من آن جهان را در خاطر دارم. او از تشکیلات عمر بود. نامش را نیز در یاد دارم. خلاص او گریخته آمده است اکا. با ما نامش چی لازم؟ سفسطه نگوی. آنهایی که از تشکیلات گریختند مافیا نمیشوند. پس او برای دولت کار میکند اکا؟ اینجا کدام یک اشتباهی است. اکا من اون کلته موی لبدار رو دیده بودم. در کجا؟ در اومدگاه میمون خانه. پس چرا تو خاموش بودی؟ من از کجا هم میدونستم؟ حاضر به خاطر آوردم اکا. مرا استنتاق میکنند. فراری خلا را از محبس تشکیل میکنند. آنها خودشان را کی میحسابند؟ کیست این پولاد علمدار؟ بیایید به حدودشان حمله کنیم و آنها را استنتاق نماییم اکا. اکا ما را به دیگران سپردند. وقتی جمع کردن هم فرا رسید. این چی که تو گفتی بزدل نامیده می شود و آنچه که شاه گفت ابلهی می نامند. من تا برای خلا انتقام نستانم از اینجا به هیچ کجای نمی روم. ما اگر از استانبول به این طرز گریزیم پس در کوها با ما چی کار میکنند؟ مثل میمون ها با ما میخندند. رفتیم. اگر معقول نباشد میتوانی که نروی بدیر. اکا بیاید هر سهمون یک بار نرویم. شما وضعیت رو میدونید. بخفتر میشود اگر یک نفری از ما در بیرون بماند. اکا اگر هر سهمون رو دستگیر کنند معاف میشویم. درست میگوید اکا. بگذار بدیر ایستد از برای بخطری. خوب پناهگاه آماده کن. میکشیم. خوب شده است. فرار و کشتاری خلیل ابراهیم که علاقه 7 سال باز در محبس بود یک قطار سوالها را ایجاد کرد. آن زمانی که شخصانی مسئول تصدیق میکنند که شخصی کشته شده این تاجر مواد مخدر خلیل ابراهیم کپر با لقب خلا است، پروکراتوره طلب میکند که برای معین کردن اکسپرتیزه طبی گذرانده شود. فروشنده مواد مخدر کپر 7 سال پیش با سبب مصادره گشتنی 80 کیلوگرم هروئین از ماشین بارکشی که به سمت هلند روانه بود به حبس ابد محکوم گشته بود. خیلی خوب. این آدم را هم نجات دادیم، هم کشتیم و هم زنده کردیم. خلا در یک روز 80 رویداد را دید. تقا جان اگر مرا همین طور تشخیص کنند من تمام ترکیه را تحت نظارت میگیرم. این با تو چی در کار؟ تو با فکرم در مورد آن درهای خبر نداری که با شهادت نامه های داخل شوی باز میشوند. اینها شهادت نامه های خیلی خوب هستند. اکا ما برای این کار چی گرفتیم؟ هوای تازه گرفتیم. با چرخبال پرواز کردیم. موتورسیکل سواری کردیم. در ماشین بارکش مرا قریب کشته بودند و سیر و گشت را در زورق میمتی به انجام رسانیدیم. استاجیان شتاب نکن، من به این هم عصبانیم. گلی برایم آب بیار. عبدالحی تو به او کمک رسان. او از او دشت نمی براید، آبی گزنال می آرد. تقا راستش را گوید. برایت گوید میبرایم، پرانت گوید میپرانیم، بیبوسید گوید میبوسیم. تمام گلم، گپی ما گپ است. خواهشت را اجرا میکنم. تشکر به شما اکا. اکا همه رو خیلی خوب اجرا کردیم. همه میگویند که آنها برای این کار پول کلان گرفتند. برای این کار نگرفتن ممکن نبود. این کار ارزش ندارد میمتی. بگذار هر چی خواهد گفتن گیرند. اکا ما به کارهای دولتی وارد گشتیم، به کار با مواد مخدر وارد گردیدیم. عموما به کجا روانیم؟ میمتی همه ما را نیست کردن میخواهند. ما با همه در فاصله قرار داریم. ما آدمان هیچ کس نیستیم و برای هیچ کسی هم کار نمی کنیم. برای همین پله را سپاریدیم. از این خاطر برای این کار پول نگرفتیم. اگر خواهی من تحلیل میکنم. البته. در دنیا یک عقیده خواهد بود.
با دولت موافقت کردیم، با عوضش نرکبران را گرفتیم. میگویند با خاک وارد شدند. وارد نشدیم تقا. به هر در تق تق زنیم هم باور نمی کنند. وقتی به هر در تق تق زدن گذشت، این کارها به انجام رسیدند. ما اکنون صاحبی درهای خودمان خواهیم بود. هم سگ می آید و هم شغال و نیز شر. به سگ چون سگ، به شغال چون شغال، به شر چون شر جواب خواهیم داد. جیان، شر با شر اینقدر فریاد نمیزند. همه فهم است. ما از همه بزرگ میگردیم. یگانه چیزی که من از شما میخواهم احتیاط باشید. از پیش راهی یکی گذشتیم، نقشه بزرگی دیگری را خراب کردیم. باز یکی زیدیم و نقشه میکشد. این باشد آن همه چیزی است که ما داریم. عبدالحی و ایرهان را زیاد استفاده میبریم و فکر میکنیم که آنها را هیچ کس نمیداند. اکنون آنها را همه میشناسد. پس دیگر نقشه کش میمتی. علاقه با کوچه را قطع کردیم. با جای آنها کی را میگذاریم؟ میمتی، مشکلی تو چیست؟ من از کوچه آمدم اکا. نمیدانم که به کجا پای گذارم. 2 قدم به پیش، 1 قدم به عقب. از کجایی که خواهی بیا. اکا تو نمیفهمی. خوش گویی اگر میکشم، گویی که سرش محروم کن، اجرا میکنم. اما آن همه کارهایی که ما وارد شده عاقبت خوب ندارند. من در سیاست چیز را نمیفهمم اکا. این کاری من است. شما کاری خودتان را اجرا کنید. اکنون از کوچه هزاره ها را جمع نخواهیم آورد. میدانی که چقدر پولمان در دست ایپلیکچی است؟ به نزدیکی نپرسیدم، اما کمی هست. 700 میلیون دلار. چقدر؟ طوری که شنیده تا. این هنوز همش نیست. ما برای کار خلاف پول نگرفتیم. این از کجا؟ لازیا همه داراییش را به نام من گذران. تو حق هستی اکا. این پولی کلان است، نه آن است که از کوچه جمع می آرند. ایپلیچی اگر فهمد ما اینقدر پول داریم، زنده نمیمونیم. میمتی، من به تو قول داده بودم که ما این همه را نیست میکنیم. در خاطر داری؟ در خاطر دارم اکا. چشمان ما سوی سرهای کلان نگرانند. با پولهای کوچه باشد این کارها حاصل نمی شود. اینقدر پول را به تمامی فقیران دهیم، در کشور یگان فقیر باقی نمیماند. اگر دندانهای خونمک ها را کنده بگیریم، هیچ کس به چیزی احتیاج نخواهد داشت. ولی این روز هم فرا می رسد. از بزرگ شدن نترسید. تنها احتیاط باشید. دیگر طاقت عذاب را نداریم. البته من علی جندان را در خاطر دارم. او پسری زیبای و دانایی بود. برای همین خواستم که او را به خالای نظیفه و پدر عمر بدهند. آنها در نوبتی 62 بودند و اصلا امکانی گرفتنی علی را نداشتند. همینطور نه؟ آن زمان ها البته مشکل بود، اما من راهبریت را راضی کناندم و آن اجازت داد. به بیگانه ها دادن نخواستم. علی چخیل به خانه کودکان رفتید؟ در یاد دارید؟ نه البته. پسرکی که سخت دوست می داشتید اینقدر در یاد دارید. چطور به یتیم خانه آمد در یاد ندارید؟ همه کودکان یک خیل می آیند دخترم. نامش رو در یاد دارید؟ نام او علی بود. کی این نام را مانده بود؟ او علاقه نام داشت. این خیل باشد آمدنی او را در یاد دارید؟ مقصدتان را من نمی فهمم دخترم. ما گفتن می خواهیم که یک پسرک آنی که شما او را قبول کرده بودید به پایان رسیده با راه‌های قانونی و غیر قانونی برای دولت خدمت کردن را شروع کرده است. وقتی شنیدم که او مرده است خیلی غمگین شدم. به کمال رساندن چنین جوانکاری آسان است. چرا کارهای غیر قانونی بودند؟
او در داخل دولت غیر قانونی کار میکرد. این تنها یک نقابی است. یک انسان او را از خانه کودکان گرفته به خانه‌دانی داد که میخواست. شما را دانسته و یا ندانسته استفاده برده است. بعداً جوان را به هدفهای خود استفاده برد. جوان با ماجراهای وارد شد که نه اولش معلوم است و نه آخرش. دخترم، آیا میفهمی که در چی باره گپ میزنی؟ تو 40 خانه کودکانی رو تحقیر کرده میتوانی که اینقدر یتیمان رو تربیت کرده است. ما تمام یتیمان رو جمع آوردیم و در آنها شخصیت ها رو تربیت کرده ایم. زحمت شما بی‌بهاست خانم صباحت. علی رو به شما اصلا اکبی آورد؟ جنابی اصلا به این کار چی مناسبت دارد؟ جنابی اصلا رو میشناسید؟ نه. پس چرا جناب میگوید؟ ما روزنامه میخوانیم دخترم. شما کمک خواسته، فکر میکنم که تا جای امکان به شما کمک رساندم. اکنون از چهارچوبه آداب بیرون برآمدید. بیایید من شما رو گسیل میکنم. شما ما را نادرست فهمیدید. ما شما رو خفه کرده نمیخواستیم. این تنها برای ما موضوع خیلی مهم است. از باعث این زیاد عذاب کشیده. بی‌شبهه همه در این دنیا عذاب میکشند دخترم. استراحت کردن میخواهم لطفاً. شما هم از همان تشکیلات هستید؟ الیف، همدردی مرا به بانو نظیفه و پدر عمر برسونید. من در عمرم چون این بی‌حرمتی و گستاخی را ندیدم. اون چیزی رو که تو اثر گذرانده من نمیدونستم. فکر میکردم که تنها من اینقدر عذاب‌ها رو دیدم. فکر میکردم که تو مرده ای و پدرم مرا نمیخواهد. نام مرا کی گذاشت مادر؟ صفیه گفتی مادر. نخستین مراتبه مرا جیغ زدی. مادر جان، افه را نیز پیدا میکنیم. تو وقتی که شفا میوبی ما همه یک جای خواهیم بود. هنوز نخوابیده ای؟ در نزد مادرم بودم. باید استراحت کنی، هر دویتان خسته شدید. او همیشه مرا صفیه می نامید؟ بله. من بعضا به این باور نمی کنم. گویا که خواب می بینم. بیدار که شدم همه غیب می زند. تو آمدی و همه برقرار شد صفیه. افه می تواند که زنده باشد پدر؟ نمیدانم دخترم. او را که دزدید؟ این کل چاه چقوری است. تمام سوالها در آن غرق شده‌اند. در آن باشد ایفه است. او اگر روزی از شاب بیرون آید پس او به همه سوالها جواب می دهد.
آنچه که تو گفتی دولت دارد، اما عثمانی هم دارد. وقتی که حادثه به عمل آمده بود، بچه ها الکه گرفته شده، تربیه کرده شده و به منفعت دولت استفاده برده شده بودند. پس عثمان علی به آخر نرسیده است. تا امروز هم در گرد و اطرافمون هست. از برای خدا بس کن. اصلا اکبه کودک را به یتیم خانه می دهد، عائله را انتخاب می کند، بعد چند سال علاقه برقرار می کند و علی را تربیه می کند. عیناً همین خیل. او کودک را از کجا پیدا کرد؟ به مسجدها رفت و به گهواره ها نظر انداخت. او علی را طوری یافت که همون طور عائله را پیدا کرده بود که او را به آن می دهد. فکر میکنم که نه به این اندازه الیف. آیا میدونی که میانی پدر دولت و پدر مافیا چی فرقی هست؟ خواهد چی بوده است؟ یکی مول دیگر رو از من میگوید این مافیا است، دیگری باشد همه رو از خود میحسابد و به هر کسی که خواهد میدهد این دولت است. باور داری که بانو صباح جناب اصلان را میشناسد؟ من به این با اون اندازه باور دارم، به اندازه که علی نمرده است. دلیل خانم ادوکات، دلیل. پدر عمر باری در کتابخانه وا خورده است. غیر از اون آدمی رو که در روزنامه ها خوندی جناب اصلان گفته مراجعت میکنی؟ در این باره به هیچ کس نگوی. با کی هم میگویم؟ با آنهایی که تو را میشناسند. کی میداند که چی روی میدهد؟ پس چیکار کنم؟ تو اگر در نوبت اول به بانو صباحت فشار نمی آوردی، او اکنون حالا همه چیز را نقل میکرد. طاقت نکردم، چیکاری هم باید میکردم؟ الیف، این طور نکن. احساساتت را به کسی نگوی. تنها به من باور کرده میتوانی. تمامی احساساتم رو. تو جدی از علی دست کشیدن میخوای الیف؟ چرا پیوسته این رو میپرسی؟ خودم را به جای علی گذاشتم. تو هنوز هم به او عاشقی. عشق؟ من در سر ایستگاه با عشقم خیر خوش کردم. او سوخت و رفت. این زن اکنون ما رو حتی به استانه‌اش هم راه نمیدهد. چرا راه نمیدهد؟ چون دوز وارد میشویم. تو بهترش بگو که در آنجا یگان چیز هست جانان. وای، چیزهای قدیمی جمع آورد. بسیار زنی غلطی است. ما اگر رابطه این زن و جناب اصلان رو معلوم کنیم، تنها معلوم کردن آن میماند که علی از کجا گرفته شده بود. آقا سری من تماما گرنگ شده است. آقای علی هم عموما علی نبوده است؟ همینطور محمد. احمد، شما حق هستید. بیایید با من شوخی کردن رو بس کنید. با ما نیز کسی با طور جدی شوخی میکند. نه با ما بلکه با دولت. این فکر شخصی است. تاقا، من برای خودم یک خانه چه اجاره گرفتن میخواهم. میده یک حجرگی. برای چی؟ تاقا، شما در کجا دیدید که انسان در چنین جایهای زندگی کند که بحری پول دارد و یک جایی است که در آنجا خر هم نمیستد؟ با خدا من با گرده راستم میخوابم، سحر میخیزم که گرده چپم درد میکند، اما شرف و ناموسم رو از دست ندادم. ای گلی، تو با بیشرفیت مشهور شده ای. پا من مثل شما با چنین کت عادت نکردم تقا. اکنون وقتی از آغوش مادر برآمدن و در آغوش بانوان زیبا خوابیدن فرا رسید. هرچی خواهید گوید. اگر در فلز بخوابی آنگاه خواهید دید که سخت و نرم چیزیان. اینجا بی خطر نیست. پاسبان ندارد، جای ماشین مانی ندارد. اگر کسی سرش را درون کند به خانه می دراید. آنگاه کارهای ما با کجا می روند؟ البته در روی فلز خواب خواهیم کرد.
40 سال باز با من حادثه روی نداده است. آنها چی به خاطر تو می آیند؟ خودت را زحمت ندی، میگویی که ماشین را میمانم و 1 ساعت با تلفن گپ میزنی. ماشین را مان. این گلی هنوز هم بچه است. خدایا ماینش رو به کار درار. مرا کودک می حسابده. تقایم می خواهد که من به او مانند باشم. اگر در دوام 2 سال در استانبول آن پلیت ها رو جزا ندهم، پس مرا بگذار که پسری گلی نام نبرند. بای چرا جواب نمیدی گلم سرم؟ شاید تقایم رو بر وقتر میخوابونم و به نزد میآیم. تقا؟ تو کسی؟ اگر از دهانت یگان سخن برآید من تو را میکشم. вайроншавии ҳозима, зардаҷӯш, боднокии рӯдаҳо, харобгардии фаъолияти меъдаю рӯда, туршии аз меъёр зиёд, ин ҳама метавонад боиси афсурдаҳолии шумо гардад. оксасид илоҷи дурусти рафъи ин аломатҳост. роҳат гузаштани ҳар лаҳзаи ҳаёт аз интихоби оқилонаи мост. оксасид интихоби дуруст барои рафъи ноҷуриҳои меъдаву рӯда.